فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر یا خواهری 0536 4 شماره اخیرشون فرمودن که فرزند 9 سالشون تازه سرطان گرفته، عقیده‌ام بر الله سبحانه و تعالی شده، نوبت دکترم دارم، نمیدونم دکتر ببرم یا به الله بسپارمش. آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی شفای عاجل نصیب بکنه به فرزندشون و براشون گفته دعا بکنیم و الله متعال ان شاء الله که بیماریشون رو شفا بده، هر بیماری و شفایش از الله متعال یعنی واقعا یعنی سخت نیست و میسر هست برای الله متعال ان شاء الله. چه بسیارن تعداد کسایی که سرطان گرفته بودن و دوباره خوب بله قطع امید کرده بودند مردم از اونها و الله متعال واقعا اونها را شفا داده. اما این که این به حال خودش این رو رها بکنه این معنی توکل نیست. معنی توکل و اعتقاد به تقدیر این است که شما همراه با این که ایمان دارید، توکل دارید به الله متعال، شما فرزندتون حتما به دکتر ببرید، مراجعه بکنید به پزشک متخصصی در این زمینه، دوا و درمان بکنن و هر دردی رو که وجود داره الله متعال برای هر دردی یک درمانی قرار داده. و این که برخی از افراد معتقد هستند که هر چیز از خدا می شود، قطعا این گونه است. هر چیزی از خدا می شود، اما خداوند متعال اسباب و وسایلی رو قرار داده و دستور داده از نظر شرعی که ما این اسباب و وسایل را استفاده بکنیم. من جمله این اسباب و وسایل مراجعه کردن به پزشک و مداوا هست که از نظر شرعی نه تنها جایز هست بلکه ما مکلف و موظف هستیم که حتما این اسباب را به کار ببریم.